به نام خداوندی بخشنده مهربان. السلام علیکم دوستان خوبم، حالتان خوب است؟ فرزانه هستم، مجری برنامه پرواز اندیشه در رادیو مهر. امروز می‌خواهم با هم به چند کشور دنیا سفر کنیم. و اینکه کدام کشور از چه چیزی خجالت میکشد صحبت کنیم. همراه من بیایید تا سفر امروزمان را شروع کنیم. دوستانی خوبم، چشمانتان را ببندید و در هواپیما شینید. اول به کشور آلمان می رویم. آلمانی ها بسیار شرم‌آور می دانند تا کسی در میان جمع بینی خود را با صدای بلند پاک نکند و این را نشانه از خجالت کشیدن فردی که این کار را انجام داده می دانند. آلمانی ها در واقع در هر جا که باشند این کار را با سر و صدای فراوان انجام می دهند و اگر کسی این کار را نکند برایشان خجالت آور است. دوستان خوب، سفر آلمانمان به پایان رسید. بیایید به کشور چین سفر کنیم. اگر میخواهید ادامه برنامه پرواز اندیشه را گوش دهید، پس باید با من بیایید تا بر این قطار با هم دیگر نشینیم. سفر چین به پایان رسید. حالا میخواهم به کشور نیوزیلند یا همان زیلند نو برویم. آماده هستید دوستان؟ به چین رسیدیم. میخواهم کمی از مردم چین برایتان بگویم. شاید باورتان نشود که دولت چین از رفتار شهروندانش در کشورهای دیگر خجالت میکشد و فکر میکند که مردمش رفتار در خارج از مرزهای کشورشان را به عنوان یک توریست انجام داده نمیتوانند. شاید برایتان جالب و یا حتی غیر قابل باور باشد، اما این نارضایتی به حدی پیش رفت که دولت چین در نهایت مجبور شد تا کتاب‌های آموزشی گردشگری در اختیار شهروندان خود قرار دهد که آنان با مطالعه کردن این کتاب در نهایت بدانند که چگونه باید در خارج از کشور خود رفتار کنند. کشور نیوزیلند بسیار کشور زیبایی است و از نظر رتبه بندی قوانین و رفاه اجتماعی در سطح بالایی از استانداردها قرار می‌گیرد. اما با تمام خصوصیت‌های مثبت و جدای از همه جذابیت‌هایی که این کشور دارد، باید به شما بگویم این کشور از دو مسئله واقعاً در جهان خجالت زده است. مورد اولی که نیوزیلندی ها درباره آن واقعاً آشفته شده‌اند که به آن افتخار کنند و یا از آن خجالت زده باشند این است که پرنده ملی آنها یعنی کیوی قادر به پرواز کردن نیست.
پرنده کیوی دارای 5 گونه پرنده مختلف است که هیچ کدام از این 5 گونه قادر به پرواز نیستند و این ویژگی با اینکه مخصوص به پرنده ای است که افتخار محیط زیست کشور نیوزیلند به شمار می رود، اما با این حال توانایی پرواز کردن را ندارد. کیوی از نظر اندازه جثه هم قد و قواره یک مرغ است و بزرگترین اندازه تخمگذاری را در مقایسه با اندازه بدن در میان تمامی پرندگان جهان دارد. اما دوستان خوبم، به نظر شما آنان کار درستی میکنند که به خاطر یک پرنده که آفریده خداوند است این گونه فکر میکنند؟ میرسیم به دومین موردی که نیوزیلندی ها از آن خجالت زده هستند. شاید باورتان نشود، اما آمار خشونت خانگی در نیوزیلند بالا است و این در میان مردم خجالت آور است. دوستان خوبم، سفرمان در نیوزیلند تمام شد و باید از قطار پیاده شده و به هواپیمایمان سوار شویم تا به یک کشور دیگر سفر کنیم. میدانید به کجا می رویم؟ حالا می خواهیم به کشور اسپانیا رویم. اسپانیا جالب و زیبا از اینکه در لیست حقایق درباره کشورهای جهان و در بخش شرم آورترین ها قرار گیرد نتوانسته است که گذر کند، زیرا به طور مثال اسپانیایی ها از گاوبازی سنت معروفشان اصلاً احساس افتخار نمی کنند. در واقع با اینکه یکی از نمادها و القاب اسپانیایی ها گاوبازی و الماتادور بودن آنها است، اما با این حال با توجه به اینکه حیوان و انسان هر دو در این بازی ممکن است دچار صدمه های خطرناک شوند و یا حتی ممکن است که بمیرند، دیگر احساس خوبی ندارند و واقعا دیگر برای آنها مایه افتخار نیست، حتی باعث شرمشان هم می شود. جدای از گاوبازی، واقعیت دیگری نیز وجود دارد که اسپانیایی ها از آن خجالت می کشند. این است که در بخشی از تاریخ این کشور در بین قرنهای 15 و 16 واقعی به نام کانکیستادور به وقوع پیوست. در این زمان سربازان و کاشفان اسپانیایی در سر فکر فتح تدریجی بخش بزرگی از قاره امریکا و بعضی از ناحیه‌های آسیای اقیانوس آرام را در سر داشتند. آنها در این زمان سرزمین‌های بسیاری را فتح کرده و تحت فرمان امپراتوری اسپانیا درآوردند. دوستانی عزیزم، از سفر امروزمان هم لذت بردید؟ برنامه امروزمان به پایان رسید. امیدوارم لذت برده باشید و از این برنامه به خوبی استفاده کنید. پس تا یک پرواز اندیشه دیگر، شما عزیزان رادیو مهر را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.